با مقصد تامین خواجگی کشاورزی با آب پلیزی امروز از طرف کارخانه بهداشت زمین و آبیاری شهر ترسونزاده جوی زهکش‌ها و کانال‌های آبگذر تازه کرده می شود. این حال دو عدد تکنیک‌های پراقتدار در سمت جنوبی شهر ترسونزاده کانال زرکمه را که طریق نسوس‌ها آب برآورده می شود تازه کرده ایستادند. درباره وسعت کانال تازه‌کنی و کارهای آبادانی در سمت آبیاری میدان‌ها سردار اداره بهداشت زمین و آبیاری شهر ترسونزاده اکرام شریف چنین ابراز نظر نمود. امروز ما همین کانال زرکمه را کار اجرا کرده هستیم. 2018 اصلا نقشه کردیم با همین کانال تازه کردن. همین روز ما 24000 کوب اجرا کردیم. 2018 تیار دستیم زهکش کانال تازه کرده هستیم. اصلا حرکت کرده هستیم که آب قطع تامین کنیم مردم. 5 کیلومتر زیاد کانال تازه کردیم. اصلا زهبر 12 کوب زهبر 24000 کوب کانال تازه کردیم. اصلا نقشه ما 2018 با نقشه گرفتیم که همین پای در پای همین کانال تازه میکنیم. نااستواری اقلیم و باد و هوای امساله به کار دهقانان تاثیر منفی میرساند و به بیدارشوی طبیعت نیز به تاثیر نخواهد ماند. با مقصد پیشگیری بیدارشوی درختان باغزارها و عامل فراوان حاصلی امروزها معرکه یخابانی در میدانهای خواجگی ها ادامه دارد. اکنون مردم خیلی همین قرار 70% مردم آموند همین روزه با آموند است فهمانده گذارنده است ما. شما میگفتید که این معرکه یخابانی در شهر ترسونزاده کی شروع شد و کی به انجام میرسید؟ یخابانی اصلا ما 1 ینوار سر کردیم. الکی اوجو مردم 70% زیادش آموند یخابانی همین تا 1 فوریه آخر میرسونیم. میگفتید که یخابانی به درختان حاصل دهنده چه فایده داره؟ اصلا درختای قفا میکشد حاصل دهنده اصلا قفا کشیدن پس حاصلش بسیار میشد. نه گفتم به مورد است که آب در خواجگی‌های کشاورزی رایگان است ولی حق خدمت رسانی باشد پولکی راه اندازی میگردد. امروز از اداره بهداشت زمین و آبیاری شهر ترسونزاده خواجگی‌های کشاورزی قرض کلان دارند و از پرداخت آن سرکشی می‌نمایند. اگر خواجگی‌های کشاورزی در سمت پرداخت حق استفاده آب پلیزی چنین خنک نظری نمایند امسال از دسترسی آب دوباره تنقیصی میکشند.